озодлик радиосы. Mana hozir daman Pekin aeroportidaman. در این نواره که حالا دیده جوانزنی ازبکستانی با چهره خندان از کنسولگری ازبکستان در پکین اظهار منتداری میکند. هنوز یک هفته قبل این جوانزن 20 ساله که خود را سعیده نام میبرد به رادیو زودین نوارش را فرستاد که در آن برای بازگرداندنش به تاشکند کمک میپرسید. این ساکنی ولایت نمنگان که در حالت خیلی ناگوار و افسردگی قرار داشت نقل کرد که از خانواده نادار بوده به وعده بر دروغ زندگی شاهانه در چین باور کرده است. به نقل سعیده 5 ماه پیش با مساعدت شرکت میانرو به یک شهروند 28 ساله چین به شوهر برآمد. توی آنها در ازبکستان برپا شده است. این جوان زن گفت بعد ازدواج و کوچیدن به چین شوهرش او را پیوسته تحقیر و آزار جسمانی و جنسی میداد. وقتی سعیده میخواست به وطن برگردد شوهرش شرط گذاشته است که خراجات توی را 2 برابر بیشتر پردازد و آنگاه طلاقش را میگیرد. بعد پخش نواری امدادخواهی این زن نمایندگان کنسولگری ازبکستان با تشکیل یک کمیسه 40 نفری او را از غلامی شوهرش آزاد کرده آخر هفته گذشته به تاشکند فرستاد.